6 نقطه تهران که حس شمالو میده. اولیش باغ گیاهشناسی ملیه. درختای هیرکانی اینجا انگار از خود جنگلای ساری و رامسر اومده. فقط ورودیش نیاز به بلیط داره و رزرو نکنی پشت در میمونی. دومی اکوپارک فرهزاده. راستش اینجا یه زمانی پاتوق معتادا بوده ولی الان شده بهشت طبیعت گردا. اینجا میتونی کباب درست کنی ولی زباله هاتو حتما جمع کن. سومی هم که پارک پروازه. ویو شبانه کل تهران. جوونای اینجا عاشق گل و گیاهن. البته گیاه و شک دارن ولی گل و مطمئنم. زمستوناش هم خیلی سرد. شماره 4 جاده امامزاده داووده. جاده پرپیچ و خم با درختای دو طرفه تو غرب تهران. هوای خنک و چای آتیشی و عکاسی وسط مهش حس کلاردشت. و پارک جنگلی لویزان یا همون شیان پنجمی. انگار اینجا یه تیکه از جنگلای شمالو کندن آوردن شرق تهران. خانواده‌ها با زیرانداز و منقل و جوونا با گیتار و قلیون میان. آخریش هم توچال خودمونه. حتما با تلکابین برو ایستگاه 7 که ارتفاع 3700 متری تهرانه. وارد مه و ابر و جنگلای کوهی میشی. زمستوناش واسه اسکی و تابستوناش واسه پیاده روی مناسبه. اینجا لوکیشنایی رو یاد میگیری که کسی